بزرگ می‌فرماید زندگانی نتوان گفت حیاتی که مراست، زنده آن است که با دوست وصالی دارد. خداوند برای انسان زندگی می‌دهد، حیات می‌دهد. برای میگوید زنده آن است که با دوست وصالی دارد. زنده همان انسانی را می‌بینند که با پروردگار و بزرگان خدا وصل دارد. و خوشحالم به حال انسانی که حیات خود را دارد و زندگی خود را معنی می‌کند. صلوات جنازه مؤمنان الله. صلوات جنازه مؤمنان. صلوات جنازه مؤمنان الله. راوي كان جوجا بخشي راوي يا سيدي طالبان برمضان میگیریم صبح شب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شد هم جمعونه شد تمام. برادران الاسلام، خداوند عزوجل هر انسانی رو روزی به این دنیا میارد، روزی از این دنیا میبرد و هیچ انسانی هم در آمدن خود هیچ خبر درک ندارد که میآید این دنیا و از رفتن خود هیچ درک ندارد که میرود از این دنیا. حیات انسان عبارت از زمین است. خدا رحمت کند این مادر رو، یک مادر کامیابی در تربیت فرزند. حالا ببینید هم پیشوای ملت هم یکی از فرزندانشون با شمار میرود و فرزندانی دست به خیری نکوکاری همیشه فرزندانی صالح و زیباهای ابرار زیادی تربیت کردند که این همه البته برایش همچون صدقه جاریه و خیر و برکت، سرچشمه خیر و برکتی دائمی می باشد. خدا رحمت کنه در این سن سالی مبارک، در سن 90 سالگی به حساب قمری که تمام عبادت‌های در اسلام به حساب قمری و حساب ماهتاب شماریده می شود. خدا رحمت کنه این مادر را در سن 90 سالگی از این دنیا رحلت کرده. ببینید که خداوند عزوجل این دنیا و این زندگی و این حیات را امتحان قرار دادگی است. خداوند عزوجل در آیه مبارکه سوره مبارکه تبارک می‌فرماید: استعیذ بالله الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. صدق الله العظیم. اون پروردگاری که مرگ و حیات را آفرید لیبلوکم، به خاطر امتحان هر انسانی که میآید این دنیا به خاطر امتحان سپاریدن میآید. خداوند میگه که بنده هم من آوردم تو را اینجا به خاطر امتحان سپاریدن، امتحانت میگیرم. مهم است در این امتحان کامیاب شود انسان. خداوند عزوجل
رحمت و مغفرت جایش را جنت بگرداند. این همان سال 2011 ما در حج یک جای بودیم، همیشه تسبیح و تعلیل در دستشون یک تسبیح، همیشه با ذکر بودن. هر جایی که میرفتن مشاعر و مزدلفه و عرفات و هر جایی که میرفتن همیشه با ذکر و همیشه با عبادت بودن. همین است، هر انسان میگذرد اما به نوبت میرود. لیکن مهم اساس در زندگی مفید و منفعتناک بودن است. فرزندان تربیت کردن است، نبیرها تربیت کردن و دعاگو بودن است. حالا ببینید موسی علیه السلام را وقتی که مادرشون از این دنیا میگذرند وفات میکند، موسی علیه السلام یکی از پیغمبران اولوالعزم خداوند عزوجل با موسی علیه السلام میگوید که ای موسی، حالا که اونه که دعا میکردم و دعایش رو برای تو قبول به منفیت تو قبول میکردیم، حالا این دعاگوی تو از دنیا را حالا نفری پیدا کن که در حق تو دعا بگوید. نفری رو یعنی چی از عمه و چی از خاله‌ها و دیگر نفری رو پیدا کن در علاقه باش که همیشه در حق دعای خیر و برکت بگوید. چرا که این دعا گوید که همیشه خیر و برکت برایت میگفت ما قبول میکردیم، حالا این رفت. برای همین دعاگوی برایت پیدا کن که دعا بگوید که ما اون را به نظر بگیریم. خداوند عزوجل مادر رو چنین برای فرزندان مهربان قرار دادگی هست. جوانی برای کار مادر بسیار میگریست. نفرها بودن که برادر میدیدیم که در زندگی مادر همیشه دعای خیر و برکتی و خدمت مادر میکردی، چرا این همه گریه؟ گفت نه، من هر چی که در زندگی از خیر و برکت از کامیابی و سعادت دارم دعای همین مادرم بود. لیکن من افسوس یاد میخورم که حالا یک در بازی جنت برای من بسته شد. برادران اسلام، پدر و مادر این دو اگر هستند، این دو در بازی جنت است که با واسطه و به دعای این پدر و مادر انسان در جنت قصرها برای خود میسازد. خدا رحمت کند این مادر و چنین مادرهای دعاگوی بودی در حق پیشوای ملت و در حق فرزندان و در حق ملت و دولت و کشور همیشه دعای خیر و برکت میگفتم. شبی که گفتم من در سفر مبارک با هم بودیم، همیشه تسبیح در دست با ذکر و با دعا بودم. در این وضعیت زیاد صحبت نکنیم، دعا کنیم پروردگارا سفر اخیرتی مادرانه خداوند قبرش را بخچه‌های از بخچه‌های جنت بگردان، روحش را شاد، همچنان که در زندگی تلاوت قرآن و شنیدن قرآن را دوست می‌داشت. پروردگار قبرش را همیشه با نور قرآن منور، روحش را همیشه شاد بگردان و از فرزندان و پیوندان و خصوصا پیشوای ملت و تمام نزدیکان خوشنود و خوشحال و راضیش بگردان و اهل و خانواده و پیوندانش را صبر جمیل اجر عظیم خداوند در عوض این مصیبت سعادت و رحمت و مغفرت